موضوع ستر و حجاب خواهران. قانون نوی پیدا می شده حال و عمل نکرده ناراضگی های زیاد و بیشمار پیش آورد. شاید سرور همون دولت از این قانون می برآمده درباره حجاب بیخبر باشد، چون سرور دولت آرامی دولت را می خواهد و خواهش های اکثریت مردمش را احترام می کند. اما همون مصلحتچی های بیدین و نابکار و دایوس می خواهند حکومت و رئیسش را بر ضد مردم مسلمانش چنگ زنند. مثلا چند ایده؟ اینا 48 ممکنه؟ 48 ممکن نیست، خطر ممکن نیست. سطر به خاطر خودم انتخاب کردم. هم پیش خداوند، در پیش همین بنده ها، در پیش همین کلان شونده ها التماس میکنم. من دعا میکنم که همین سطر من نکنم. من این گفته خداونده پروردگار پیغمبر من اینا میپوشم. اگر این چیز رو من کند خونشین میشینیم، کوچه نمیبریم ده، کار نمیکنیم. اکنون دلیل از قرآن. و به زنان مؤمن بگو که چشمان خیش ببندند و شرمگاه خود نگاه دارند و زینت‌های خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و رویمال‌های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت‌های خود را آشکار نکنند. چون این آیت را من پیشتر نیز در برنامه گذشته خوانده بودم، بین مردم سوالها پیدا شد و برای برطرف کردن سوالها تفسیر این آیت را برایتان میرسانم. مفسر عالی قدر نصفی که حنفی مذهب است چنین گفته است: مراد از موضع زینت سر، گوش، گردن، سینه، بازوها و ساقهای زنان در نظر است، زیرا این موضعها محل آویختن زنجیره، گوشواره، گردنبند، دستبند، زنگوله، میخک و غیرند. یعنی زنها باید سر، گوشها، سینه، بازو و ساقهای خود را به بیگانگان و نامحرمانشان نشان ندهند. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نیز چنین گفتند: زینتی که آشکار شدنش اجازت است آن چهره یعنی روی و هر دو کف دست است. قول درستر در شریعت این است که چهره و کف دستهای زن اگر خوف فتنه نباشد عورت نیستند. اگر در جامعه اهل فسق و فجور بسیار و خوف فتنه باشد پوشانیدن آنها نیز واجب است، یعنی هم کف و هم روی. خلاصه زنها نباید زینت پنهانی خود را که الله کشف آن را حرام گردانیده است نزد مردان نامحرم گشاده کنند. تمام علما با یک آواز می گویند: هر چیزی که الله حرام گفته است حلال شماریم پس کافریم. اگر کسی قانون حرام کرده ای الله را مانده، قانون نفرانی که آن را به خود حلال گردانیدند اطاعت کنیم، پس این پیروان به الله شرک می‌ورزند، یعنی قانون الله را نیو قانون بنده الله را اطاعت می‌کنند. بالاخره شرک نیز به کفر می‌برد. اکنون سوال: آیا ما مسلمانیم؟ دلیل از قرآن: ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و پیامبرش و این کتاب که بر پیامبرش نازل کرده و آن کتاب که پیش از آن نازل کرده، به حقیقت ایمان بیاورید
و هر کی به الله و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و بر روز قیامت کافر شود سخت در گمراهی افتاده است. البته الله آنان را که ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند سپس کافر شدند و به کفر خویش افزودند، یعنی زیاد در کفر بودند، نخواهد بخشید و به راه راست هدایت نخواهد کرد. منافقان را بشارت ده که عذاب دردآور برایشان آماده شده است. خطاب به دشمنان ملت تاجیک. تاجیکان اول مسلمانند و بعد تاجیکند. عبادتشان را احترام کنیم، زیرا اجرا کردن فرمان الله این بجا آوردن رازگی پروردگارمان الله یکتاست. اگر کجای خطا کرده باشم الله مرا ببخشد، زیرا الله به خطاگی ما داناتر است.